السلام علیکم اکای داملا و شیرین زبان بلبل خوش‌آواز دیارم بابای حاجی میرزا. پس از سلام ما با یک سوال با شما برادر عزیز مراجعت میکنم و جوابش را امروز در کست 130 شما انتظار هستم. این سوال پیشینه بوده است و با این مردی که زندگی دارم مردنم را بهتر حس میکنم. این شاید مکتوب کدام مادر است. مردنم را بهتر حس میکنم، نمیدانم حال من در قیامت چیست. برای آنکه 8 سال شد که ما بی نکاح هستیم. او را دعوت به نکاح اسلامی میکنم، اون به من جواب چنین میدهد که پگاه یا روز دیگر نکاح میکنیم. نماز میخواند، نماز جمعه میرود. از شما خواهش دارم حال من و این مرد چی میشود بگویید، شاید در همین جا باشد و شنود. نه مرا به عذاب خدا ماند نه خودش را. التماس سوال از یک پر شکسته. قسم میخورد که زنم طلاق اگر نکاح نکنم، نمازهای خواندم حرام اما نکاح نکرده است. مادر عزیز در این گناه شما هم شریک هستین. این فقط وی شریک نیست، زیرا خدا برایتان عقل داد، برایتان فهمیش داد. دیدی که وی با تو نکاح ندارد، وقتی وی به تو نزدیک می شود تو قدرتی نداری که وی از نزد خود دور کنی. داری قدرت. برای همین من از این مرد بی ناموس، از این مرد بی غیرت، از این مردی که نه دنیا و نه قیامت را فکر نمی کند، از این را دیده به تو مادر مراجعت میکنم که تو را عذاب داد، این کار رو به من مکتوب نویساندی. به این خاطر تو که ناموس داری، تو خدا ترزی داری، خودت این مسئله را حل کن و نگذار به تو نزدیک شدن. نکاح ندارد. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حبیب خدا میگه نکاح از من است. کسی که به نکاح به یک زن یا به مرد نزدیک می شود یقین داند که از امت من نیست. برای همین اگر خواهی امت پیغمبری خدا شدن، خواهی که از زنا دور باشی، از این شخص دور باش تا زمانی که وی نکاح نکنه. و این روزای خانداری که کردین اگر فرزندا به دنیا ما باشد همگیش ولد زنا هستند. لیکن از این جانب هم که اگر تو توبه کنی خدا تو را میبخشد. خدا رحیم و رحمان است. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. از رحمت من الله بگوید ناامید نباش، توبه به سوی خدا کن، من که خدا تو هستم میبخشم تو را.